قلموهای پارس آرت کد 1111 خیلی موهای خشک و زبری داره که مناسب سیاه قلم هست. بعد از مدتی که به صورت عمود سایه میزنی این موها خرد میشه و به این حالت کوتاه میشه. الان این قلمویی هست که موها بلندتر هست، الان موها حرکت میکنه، سایه تمیز رو به ما میده. ولی این قلمو چون که خیلی کوتاه شده دیگه حرکتی نداره موها و موقع سایه زدن کارمون لک میفته. حالا روشی رو میخوایم کار کنیم که این قلموها دوباره احیا بشن، بتونیم یه مدت دیگه ازشون استفاده کنیم. این دوتا قلمویی هست که شماره 0 و 2 به همین حالت کوتاه شده بوده و ما احیاش کردیم. برای احیا کردن این قلموها تا این قسمت ها موهای قلمو هست، اینجا حدوداً چسبه ولی این قسمت ها هنوز آزاده و ما میتونیم استفاده کنیم. یکم پایین‌تر، خیلی پایین‌تر نباشه، با انبرده است تقریبا اینجا خوب. یکم فشار بدیم و به این حالت بالا و پایین حرکت میدیم تا این قسمت فلزی قلمو رو بشکنیم. فقط مواظب باشید که خیلی فشار نیاری، فقط در حد کم و موها از زیرش بیرون بیاد. الان این قسمت جدا شد. خیلی راحت داره حرکت میکنه. یکم دیگه مطمئن بشین کاملا جدا شده. به این حالت از این قسمت فشار میدیم، باز شد اینجوری و حالا راحت تر میاد بیرون. اینجا رو بیاید یه فشار بدید که دیگه این قسمت بیرون نیاد موهاش. خوب فشار بدید محکم بشه، مثل بالای قلمو که خودشون این کار کرده بودن. الان دیگه موهای بلندی داریم و میتونیم سایه های تمیزی رو داشته باشیم. اینو من امتحانش میکنم، جا امتحانش کنم. یه مورد دیگه، بعد از اینکه این کار انجام دادید بیاید بشورید. ممکنه این قسمت ها چسب ریخته باشه و اجازه نده که موهای قلمو خیلی راحت حرکت کنه. ببینید من این قلمو رو شستم و الان موها خیلی بهتر از هم باز شد و سایه بهتری باز بهتون میده. با این روش ساده قلموهاتون احیا میشه و یه مدت دیگه میتونید ازشون استفاده کنید. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. برای دوستای هنریت هم بفرست که خیلی لازمشون میشه.